سلام. امروز اول مهر تاکید میکنم، اول مهر عمرسه ما رو انداختن بیرون که من باز دور رفیقم موامونو بریم کوتاه کنیم. الان انداختنمون بیرون، گفتن میرین سلمونی میای. حالا میریم ببینید کجا گیرمون میاد. بریم سلمونی، با ما باشید. الان هیت نیست تا اینجا میاد بابا. الان من از سلمونی اومدم بیرون و یه وضعی شدم. مثلا نکام نکنید خدا، اینجوری شد. رفیقم داره اذیت هم میکنه. کچلمون کردن. ای بابا چه مدرسه ایه داریم ما. چه وضعش آقا؟ لعن چی اصلا؟ من اعتراض دارم به این زندگی.